وقتی با زنی روبرو میشی که زندگیش پر از رنج و سختی بوده، که یه زمانی هم زن خونه بوده هم مرد خونه، که خواب راحت نداشته ولی همیشه لبخند زده، با اینکه تو دلش 1000 بار شکسته ولی کنار بچه‌هاش وایستاده. وقتی با زنی حرف میزنی که مجبور بوده همه چیز رو خودش تنهایی جمع کنه، از قسط و اجاره و تنهایی گرفته تا درد بی پناهی و خستگی‌های بی صدا. یادت باشه با یه آدم معمولی طرف نیست، داری با زنی حرف میزنی که روحش سالهاست توی تاریکی‌های دنیا خودش رو روشن نگه داشته. اگه میبینی تونسته تحمل کنه، نه اینکه درد نداشته باشه، فقط دلش نمیخواست بچهش رو یه زن و مرد خسته دیگه تحویل دنیا بده. پس قبل از اینکه قضاوتش کنی، قبل از اینکه ازش انتظار بیشتری داشته باشی، یاد بگیر واسه زنی که از طوفان برگشته ایستاده دست بزنی و حمایتش